البته بعد از یک پاسخ به اصطلاح آقای کبیری با آن فکت و دلیل هایی که جانب تاجیکستان در جلسه ها پیشنهاد کرد، ما با اون آشنا شدیم و راستی به هر حال ما تا امروز از آقای کبیری امید داشتم که به هر حال انصاف و راستگویی را پیشه میکند. در برابر دعوای جانب تاجیکستان که حزب در تمام سالهای فعالیتش از زبان نفرت استفاده می‌برد و سخنهای برانگیزنده کینه و عداوت مذهبی، دینی و ملی رو در نشریات خود پیوسته میکرد، ایشان گفتند که گویا که این به اساس است، از کانتکست کنده شده است و گویا که این چیزها در سالهای جنگ بودن و از جانب بعضی از اعضای حزب. ولی اصلی مسئله چنین نیست و هر کسی که میکند میتواند ما را بررسی کند. اول اون کتاب هایی که ما در آنجا ذکر کردیم همه آنها بعد از سالهای به امضا رسیدن سازشنامه صلح چاپ شد. مثلا کتاب چرا اسلام را گرداندی که ببینید از جانب انتشارات کمیته فرهنگی حزب نهضت اسلامی چاپ شده است سال 2003، یعنی تقریبا 6 سال پس از به امضا رسیدن سازشنامه رضایت و صلح به نشر رسید. یا اینکه کتابی در آن سیاست که ما از اون اقتباس آوردیم اصلا سال 2007 باز نشر شد، یعنی در زمانی که آقای کبیری خود ریاست این حزب را داشت و از نام کمیته جوانان این حزب چاپ شده این کتاب. یعنی ببینید که از نام به واسطه حزب و میگه که گویا که این عباره از کانتکست کنده شده. اینا عباره ها از کانتکست نیستن. این مثلا ببینید که نامی بخش های کتاب است، یعنی یک بخش پره به نام یهود ملت منفور است، یک بخش کتاب است، یعنی این اقتباس نیست. حتی این نامی یک باب کتاب است. یا اینکه کشف پروتکل سیونیست ها که البته کشف پروتکل سیونیست ها یک فیکی است که بسیار مشهور است. و مسئله دوم هم این است که با علاوه به اون کتاب هایی که ما ذکر کردیم و علاوه به کتاب های دیگر در مجله روزنامه نجات که روزنامه رسمی حزب بود پیوسته مقاله ها به چنین محتوا و مضمون چاپ می شدن تا زمانی من شدن این حزب و همه این چیز دلیل ها جمع آوری شدن و ترجمه شدن و از طریق سفارت ها ما تصمیم گرفتیم که اون رو به تمام کشورهای اعضای سازمان امنیت همکاری در اروپا برسانیم تا اینکه ببینند به چشم سر تا زمان من شدن فعالیت این حزب در تاجیکستان نشریات رسمی این حزب، یعنی مجله روزنامه نجات و همچنین در سایت نهضت همه اون چیزها اسکرین شدن، همه اون چیز نگاه داشته شدن و میتوان آشکار شد. برای همین هم این یک دروغی بود که گویا که این چیزها بگوییم که از بحث‌های سال جنگی است. نه، عموما نفرت پراکنی از ویژگی‌های ایدئولوژی این حزب بود و این رو باید مردم‌نوار اعتراف کنند و به هر حال اینها دلیل هستند. این چیزهای بافته ما نیست، این چیزهای هستند که چاپ شدن و ما میتونیم همه وقت اونها نشون دهیم. این یک مسئله. مسئله دوم به هر حال وقتی که ما در اون سخنرانی رو گرفتن از اون که سخنرانی به زبان انگلیسی بود و گرفتن از بخش روسی اش استفاده بردن. البته اون یک چیزی بود که بعضی از اون قسمت ها در روسی خوب ترجمه نشدن. به هر حال ترجمه سینخرونی تقاضا میکند که بعضی از معنا گم بشد، ولی آقای کبیری متن کامل سخنرانی با هر دو زبان در سایت صحمت نشر شد. با ذکر اون
اقتباس های کامل، با ذکر صحیفه ها، با ذکر سال نشر. یعنی این چیزهای هستن که به هر حال از این راهی گریز نیست. و باید ما بگیم که بعد از آن که البته از طریق رسما دایره رسمی این معلومات رو ما میرسونیم به تمام سفارت ها، به تمام سازمان و تشکیلات های مربوطه، دیگر با این راه های فریب و دروغگویی و بگیم که سخن پردازی های دیپلماتی نمیتوانید از این حقیقت ها بگریزید. تشکر.